سلام بچه‌ها، خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه از کانال ایموجی میدیا با ما و علی. با ما و علی و علی. دیگه توی ویدیو تصمیم گرفتیم یکم درد و دل رو صحبت کنیم با شما دوستان عزیزی که به 8 ماه فعالیت کانال ما رو حمایت کردین. حقیقتا 8 ماه پیش ما تصمیم گرفتیم این کانال رو بندازیم با دانشی زیر خط صفر دیگه. اصلا منفی چند درجه منفی چند درجه دانش مو بود دیگه. آمدیم کانال را انداختیم، یک کمبودی هایی داشتیم، با کم هزار کم مشکل. پورا کردیم. اصلا نمیگم که الان کار ما خیلی عالیه، نه، هنوزم کار ما خیلی خیلی مشکل داره، ولی توی 8 ماه خیلی تجربه ها کسب کردیم. به عنوان یک مبتدی ما 8 ماه تجربه داریم. 8 ماه تجربه، خیلی کلیپ های رو ضبط کردیم. اصلا بعد از ضبط خود ما رو خنده گرفت، بعد از دیلیتش کردیم. ادیت بعد از ادیت بعضی کلیپ ها رو بعد از آپلود دیلیت کردیم، از بس که داغون بود، یا صدا خراب بود، یا تصویر خراب بود، یا ادیت خراب بود، یا اصلا کل محتوا چرت بود. واقعیت های دیگه بعد از 8 ماه کم کم داشتیم در مسیر درست ما رفتیم، یعنی طریقه ادیت کردن و تنظیم نور توی چند تا کلیپ یکی آخر. دو تا کلیپ آخر ما رنگ و یکم دستکاری میکردیم دیگه. از قبل هر چیز ضبط میشد میامد روی چی برو بخیر فهمیدین. آخه کم کم تازه سرنخ دست ما آمده بود تازه که داشتیم در جزئیات یکم دقت میکردیم که ما تازه امیدوار شده بودیم که چجوری باید پیش بریم، مسیر پیدا کرده بودیم و داشتیم کار هر روز تلاش میکردیم که اصلا گفتیم یا محتوای بهتری درست کنیم یا اصلا نکنیم. مثلا یک موضوعات سابق هر چی درست میکردیم آپلود میکردیم، ولی دی آخری ها کوشش میکردیم که همه چیز آپلود نکنیم، که متاسفانه از یک قانونی با خبر شدیم. قانون چیه؟ قانونیه که وقتی ما تازه میخواستیم کار کانال شروع کنیم، یک چند نفری گفتن که باید جواز بگیری واسه کانال یوتیوب. او وقت ما خیلی زیاد پرسجو هم نکردیم از یک دو سه نفری که اونا معلومات درستی نداشتن دیگه. پرسان کردیم، یک تعداد گفتن که نه، شما چون کانال شما میدانی نیه جواز نمیخواد، نیاز به جواز ندارین. جواز واسه کسایی که ما رو با مردم مصاحبه میکنه، از مکانهای عمومی فیلم برداری میکنه و از اینا. و یک تعداد دیگه هم گفتن نه، شما بعد از مونتایز شدن باید جواز بگیرید. باید جواز بگیریم. به همون دلیل ما کار شروع کردیم و دمی 8 ماه البته ضرر هم نکردیم، تجربه خوبی کسب کردیم. آره تجربه خوب کسب کردیم دمی 8 ماه دیگه. آمدیم و تازه جدیدن خبر شدیم نه، باید کانال از صفر که میخوای تازه شروع نکردی باید یک جوازی بگیری، جواز بگیری و کار خود ادامه بدی. که ما بعد از خیلی فکر کردن و دو تا 4 تا کردن متوجه شدیم که اصلا امکان نداره در کانال ما جواز بدن. نه تو توانایی رو داری، من توانایی رو دارم. ما از نظر مالی هم آقا توان داریم میخوایم جواز بگیریم. حالا مشکل مالیشو به هر صورت اگه حل کنه آدم، بازم محتوای ریاکشن فکر نکنم جواز بگیره، چون ریاکشن اگه میخوای درست باشه و واقعا ریاکشن باشه تو نباید کلیپ دیده باشی دیگه. بعد عوامل پشت هم که هرچی جمع میکرد میومدیم. آره دیگه ما میدیدیم و ضبط میکنیم بالا میکنیم، خیلی اش مثلا حالا مثبت 45 باشه. آره مثبت 45 هم شاید جواز ندن دیگه. آره به خاطر همین شرایط و عرف جامعه دیگه تصمیم گرفتیم که همین داستان کلا فعالیت کانال تا همینجا توقف بدیم دیگه. فعالیت کانال ادامه ندیم قبل از اینکه ما جنجال جور شوه دیگه. باید تشکر کنم از اون کسایی که از بعد و استارت خوردن این کانال آمدن ثانیه به ثانیه کلیپای بی‌کیفیت ما را نگاه کردن و هر رقم تونستن حمایت کنن. حالا یک تعداد بود ما میشناختیم، رفیق بود، حساب رو در واسه رفاقت، دم شما هم گرم. و یک تعداد بنده های خدا را اصلا ما نمیشناختیم، بازم آمدن حمایت کردن، دم اونام گرم. ولی از حق و انصاف نگذریم و همین الان ما مثلا بعضی وقتا میشینیم کلیپای خود رو نگاه میکنیم، نه به عنوان مقایسه که مثلا بریم با کسای بالا خود مقایسه کنیم بگیم آه چقدر بدن، نه، به عنوان که خودمون 8 ماه مثلا تجربه کسب کردیم میبینیم کلیپای ما خیلی مثلا افتضاحه. آره اصلا دیدن نداره. ولی اون کسایی که مثلا تا حالا دیدن دمتون گرم، واقعا خدا شاهده دیگه.
یعنی دیگه نهایت لطفاً. حمایت ها. تک تک شما دوستان تشکری میکنم و امیدوارم که همیشه سرفراز و پیروز باشید. سرفراز و پیروز باشین. حالا ببینیم اگه شرایط عوض شد، قانونا یکم شلتر شد که یا هم ما توانایی پیدا یا کردیم توانایی پیدا کردیم جواز بگیریم، خوشات برگردیم، ولی احتمال 99.99% نمیاییم. نمی‌ریم. دیگه پس دیگه بازم دمتان گرم تا اینجا حمایت کردین. حالی کانال هم گفتیم دیلیت نکنیم، باشه دیگه، باشه یک دیگه. یادگاری باشه. 10 سال بعد ما یک پیشیم. زمانی این کارو میکردیم حق تونستیم. 10 سال بعد بچه بیا با بخسک تو یخ چه بازی در میآورد. راست میگی. یادگاری از ما بمونه. یک یادگاری بمونه این کانال و دمتان گرم. موفق باشید. خدا حافظی کن دستم رو بشه، دلم توی تنهایی ترسو بشه، تمومش کنین بازی ها مثل من، به جز یک خدا حافظ حرفی نزن.